اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله اجمعین الطیبین الطاهرین. سلام و درود و رحمت خداوند متعال بر همه شما خوبان و عزیزان کانال آموزش مبتدی. البته میگوییم مبتدی به این معنا نیست که مطالب این کانال فقط مخصوص افراد مبتدی است و برای افراد متمکن مطالب این کانال مفید نیست. خیر، این مطالب مهمی هم برای افراد متمکن دارد. در این ویدیو میپردازیم به شروط اعمال روحانی، قسمت اول، ختم و ختومات در اعمال روحانی. ببینید عزیزان، هر کاری اصولی دارد. ختم و ختومات هم اصولی دارد و مواردی وارد شده است که اگر در ختم و ختومات آن موارد را اضافه کنید، تأثیرات ختم شما بسیار می شود و اجابت را تا حد زیادی حتمی می کند. اصول در ختم هم یعنی چه؟ یعنی مواردی که خود نسخه متذکر می شود، مانند روز انجام ختم، تعداد ذکر یا مثلا بخور حین ختم و جهت ختم ذکر و موارد این چنینی. البته بعضی نسخه ها هم اصلا اصول خاصی ندارند، فقط میگویند فلان روز یا مثلا به فلان تعداد. پس اینجا اصول و شروط می شود همان روز و تعداد و کلن هر موردی را که خود نسخه متذکر می شود. به طور مثال بنده اینجا می آورم یکی از کتب را، کتاب جوامع الختومات. ببینید این کتاب جوامع الختومات یک نسخه آورده است برای رفع حاجت یا برای برآورده شدن حاجت. ببینید عزیزان، وقتی شما کتابی باز می کنید، مثلا ختمی بردارید برای نیت و حوائج خود، ختم شفا، ختم رزق و هر ختمی. حال اینجا من یک ختمی آوردم عزیزان برای شما توضیح بدم. ببینید آورده در رفع حوائج ختم سوره الم نشرح که بعد از نماز صبح، دقت کردید این اولین شرطش است، ساعتش بعد از نماز صبح، تعداد 17 بار به مدت 17 روز. این عزیزان می شود اصول. چیز دیگری که نیاورده، مثلا نیاورده بخور، بله، نیاورده روزه باشید یا نباشید، بله، نیاورده دیگه. ولی عزیزان با این که نیاورده، مواردی هست عزیزان در هر ختمی که رعایت آن موارد می تواند اجابت ختم شما را بسیار کند. بله، در اعمال روحانی و همین ختم و ختومات مختلفی وجود دارد. اگر شخص، یک فرد با کمترین استعداد روحانی باشد، همین نسخه را برمی دارد، ذکرش را به عددش تکرار می کند، تون تون بدون توجه می خواند و تمام. بله، می خواند و تمام. اما اگر شخصی اندکی استعداد روحانی داشته باشد، خودش در آن روز و ساعت وضو می گیرد، می رود، عودی روشن می کند، رو به قبله می نشیند، با توجه و اخلاص ذکرش را و ختمش را هرچه که هست تمام می کند. اگر شخص دارای استعداد و عقل روحانی باشد، همین نسخه را دیده، بله، یا نسخه ای را دیده، سعی می کند در آن روز کمترین خطا و گناهی از او سر نزند. حتی سعی می کند روز اول ختم را روزه بگیرد. هنگام ذکر
ذکر و هنگام ختم از تسبیح سنگی و معدنی استفاده می کند. بله، خاتم عقیق بر دست می کند. بله، گردنبند عقیق بر گردن می کند. حتی رعایت می کند اگر ختم را به نیت خود می گوید، دانه های تسبیح را به سمت خود، مثلا اگر برای شفای بیماری از خودش هست، ذکر برداشته، ختم برداشته، نسخه دیده، با تسبیح به سمت خود انرژی را به سمت خود جلب می کند. و اگر به نیت شخص دیگری ختم گرفته، مثلا ختم شفا گرفته برای شخصی، برای دوست خود، دانه های تسبیح را بله به سمت روبرو لمس می کند، این انرژی را پخش می کند یا به سوی او می فرستد. بله، اینقدر مهم است عزیزان. موارد این چنینی ما داریم. پس عزیزان، زین پس شما هم سعی کنید جز دسته سوم باشید در ختم و ختوماتی که برمی دارید. علاوه بر رعایت اصول نام برده در ختومات، از استعدادهای روحانی خود حین انجام ختومات استفاده کنید. رو به قبله، با وضو، مسواک زده، با تلفظ صحیح، با وضوی صحیح. چند نفر را دیدیم، چقدر دیدیم نفرات را در وضویشان، در تلفظشان پر از غلط و اشکال است. خیلی مهم هستا. اینطور نه تنها اجابتی صورت نمیگیرد، بلکه همین افراد با همان وضوی غلط، با همان تلفظ غلط میروند تا ریاضت روحانی حالا از قبیل استخدام و احضار بردارند. بعد نتیجه نمیبینند، نسبت به همه چیز بدبین میشوند، یا فکر میکنند سحر دارند و جن دارند و جادو دارند و چه و چه و چه و چه. در ختم الان چرا میگوییم از تسبیح استفاده کنید؟ چون خود این تسبیح روحانیت اجابت کننده دارد. از تسبیح متاسفانه یاد گرفتند یک روحانیت دارد به نام جناب المقفنجل، که اصلا ایشان روحانیت تسبیح نیست، او فقط روحانیت کشف از طریق تسبیح است، تازه آن هم برای افراد مبتدی، و الا ایشان 1001 کار انجام میدهد فوق‌العاده عجیب و روحانی. تسبیح خودش روحانیت ساکن دارد. حال اگر آن تسبیح از دانه‌های طبیعی ساخته شده باشد، باز روحانیت و نیروی روحانی جدایی دارد که با نیروی تسبیح و روحانیت آن درآمیخته می شود و هم بر شما، هم بر ختم شما و ختومات شما تأثیرات زیادی خواهد داشت. حال من کلیپی هم انشاءالله در کانال اصلی آماده می کنم راجع به تسبیح، انواع تسبیح و ساخت تسبیح هایی با خاص روحانی برای انواع نیات و ختومات. خب عزیزان، مواردی که ذکر شد را در ختومات رعایت کنید که البته بار دیگر به آنها اشاره می کنم. مواردی من جمله دقت در وضو، تلفظ صحیح، بخور طیب برای ختومات خیر مانند عود، اسپند، زعفران یا هر چیز خوشبو، بخور شر برای ختومات لعن و نفرین ظالم مانند کندر، زردچوبه و پوست سیر یا مغل ازرق، استفاده از خاتمهای عقیق جز یمانی، عقیق یمن، در نجف، یشم برای ختومات خیر و استفاده از خاتمها و سنگهای چشم ببر، حدید و فیروزه کرمان برای ختومات لعن و نفرین ظالم. قرار دادن ظرف گلاب در اتاق هنگام ختم خیر و یا سنگهای عقیق راف مثلا مانند این یک نمونه عقیق است، عقیق راف، عقیق سوسنی راف. بله، برای ختمهای روحانی پوشیدن البسه نخی با رنگهای سفید، زرد و یا سبز برای ختومات خیر و پوشیدن البسه سیاه، قهوه‌ای و سرخ برای ختومات شر.
استفاده از تسبیح‌های شاه مقصود، شجر، تربت، در نجف و عقیق برای ختم خیر و استفاده از تسبیح‌های حدید و تسبیح‌های مسی و یا تسبیح هسته خرمای وحشی برای ختم شر و نفرین. و همچنین در هر حال در ختم و ذکر با بدنی پر انرژی و روحی آرام و فکری آرام باید باشید. مکان ختم ختومات خیر در اتاق خودتان یا مسجد یا کنار درخت سبز یا پشت بام زیر آسمان یا حرمهای مقدس ائمه یا کنار نهر آب روان یا هر محیط پاکی که به شما آرامش میدهد. ختم ختومات شر کنار یا زیر درخت خشکیده، در خرابه یا در بیابان، در حالت تشنگی یا اینکه در اتاق خودتان، اما بهتر است در اتاق و منزل خودتان ختومات شر و دشمن کوب را انجام ندهید عزیزان، چون چه بخواهید چه نخواهید انرژی داره، انرژی سیاه داره. خب مهمترین موارد ختم ختومات را گفتم. البته انجام این موارد واجب نیست، اما رعایت این موارد شما را به اجابت ختومات و اذکارتان نزدیک و نزدیکتر می کند. برای مثال آخر ببینید عزیزان، پس اگر شما کتابی گرفتید بر دست یا نسخه دیدید یا در کانالی مثلا نوشته بود برای رزق در روز پنجشنبه پس از نماز ظهر مثلا 700 مرتبه فلان ذکر را تکرار می کنید، علاوه بر این که اینها شروط است انجام باید بدهید، از مواردی که گفتم هم استفاده می کنید. مواردی که نام بردم که باعث اجابت زودتر و قویتر کردن ذکر است استفاده می کنید. خب امیدوارم موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله. العبد حقیر، سید رحمانی.